حدیث ابو محمد تنبل و ماجرای بارگاه خلیفه. از جمله حکایت‌ها اینه که هارون الرشید خلیفه عباسی روزی بر تخت خلافتش لمیده بود که یکی از خواجه سرایانش به بارگاه اومد و تاجی از زر سرخ و مرصع به در و گوهر گرانبها آورد. آستان خلیفه رو بوسه داد و گفت: یا خلیفه، سید خاتون بهت سلام رسوند و گفت من این تاج رو با دستای خودم درست کردم و گوهر روش گذاشتم و اکنون این تاج به یه گوهر بزرگتری نیاز داره که بر تارک و افسرش بذارم تا کلالش کامل بشه. خلیفه پرسید: یه گوهر درشت؟ قاصد گفت بله. خلیفه گفت من فکر میکردم که این تاج به سر و تارکی چون کله مبارک من محتاجه. حالا که انتظار سید خاتون از ما در همین حده، پس خزانه دولتی رو خوب بگردید و از گنجها گوهری رو پیدا کنید و به سید خاتون ما بدید. خزانه داران و گنج داران خلیفه پیرو فرمانش 3 شبانه روز تمام گشتند، ولی همچی گوهر درشتی که سید خاتون همسر سوگلی خلیفه خواسته بود رو پیدا نکردند. خبر به خلیفه رسوندند که یا خلیفه، ما چنین گوهری رو پیدا نکردیم. هارون الرشید از این خبر در خشم شد. گفت من خلیفة الخلفاء سرور مردمانم، مگه میشه نتونم خواسته عزیزم رو برآورده کنم؟ حالا برید تمام انبارها و خزائن و دخلهای بازرگانان بغداد رو بگردید تا گوهر مورد نظر رو به دست بیارید. پس امیران و نظامیان و شحنه‌ها رفتند و طی 30 روز تمام شهر بغداد رو جستجو کردم، بازم دست توی نزد خلیفه برگشتند. خلیفه گفت 30 روز دیگرم فرصت میدم تا گوهر درشت رو پیدا کنید، وگرنه تو این زمان یکی از خادمان حرمسرا گفت سرورم، شنیدم که تو بصره مردی هستش به نام ابو محمد تنبل که صاحب کلی گوهر درشت و قیمتیه. خلیفه از این مژده خوشحال شد، کاغذ و نی و دوات خواست و نامه‌ای برای امیر محمد زبیدی والی بصره نوشت و تو نامش ذکر کرد که با تعجیل تمام ابو محمد تنبل رو روانه بغداد کنند. همون روز نامه خلیفه توسط پیکی به سوی بصره روانه شد و چند روز بعد نامه به دست امیر محمد زبیدی والی بصره رسید. امیر محمد وقتی که مضمون نامه رو خوند خیلی خوشحال شد. گفت خدا رو شکر، بالاخره خلیفه از ما هم یه چیزی خواست. فوراً سوارانی رو فرستاد دم خونه ابو محمد تنبل. قاصدان به در خونه ابو محمد رفتند، در زدند. خادمی به درگاه در اومد و گفت فرمایش. قاصدان گفتند ابو محمد حضور دارند. خادم گفت منظور. قاصدان گفتند به او مژده بدید که خلیفه اعظم هارون الرشید در بغداد ایشون رو به حضور طلبیده. خادم لباشو گاز گرفت و شتابان خودش رو رسوند پیش ابو محمد. قاصد ویژه خلیفه از بغداد اومد و گفت شما رو میطلبه. ابو محمد با تعجب پرسید به چه کار؟ خادم گفت خلیفه بغداد شما رو احضار کرده. پس ابو محمد خودش بلند شد، به درگاه اومد، خوش آمد گفت. ابو محمد بهشون تعارف کرد که بفرمایید شربتی بخورید، استراحتی کنید، من فرمانبردار امر خلیفه‌ام. همراهان و قاصد گفتند که نه، ما عجله داریم، باید هرچه زودتر شما را راهی بغداد کنیم. ابو محمد تنبل گفت بسیار خوب، پس فرصت بدید تا توشی راه بردارم و مهیای سفر بشم. باید اندکی صبر کنید. قاصدان گفتن صبر میکنیم. ابو محمد گفت تا من رخت و لباس عوض میکنم شما به اندرون بیاید، درست نیست به درگاه در بمونید. پس ابو محمد
به درون خانه بازگشت و قاصدان نیز پا به حیاط و باغ و گلستان نهادند و دیدند که حتی دیوارهای حیاط حصار نیز با پرده‌های زرین آذین بندی شده. قالی‌های ابریشمی از در و دیوار آویختند. ابو محمد همین که به خادمان و پردهدارانش رسید اونا رو صدا کرد و گفت برید این قاصدان و سرکردهشون رو به گرمابی مخصوص خودم ببرید و سرگرمشون کنید. خادمان رفتن با تملق و چرب زبانی اونا رو دعوت کردن که به گرمابه برن. اونا خوشحال شدن چون مدتی بود که حمام نرفته بودن. جواب مثبت دادن و در پی خادمان به سوی گرمابه مخصوص به راه افتادند و دیدن که در و دیوار گرمابه فرش شده از حریر و دیبا پرده زربفت. با ایراد گفتند عجب جای غریبی. به هر سنگ و آجر کاشی که نگاه میکردن همه زرندود بود و چون دست به آب خزینه زدن آب رو گلاب بیافتند. بو کشیدن عجب عطری. پس گفتند ما رو مشت و مال بدید و دلاکان و گرمابه چیها اومدن و اونا رو شستشو دادن. بعد برشون جامه های فاخر و البسه زرین پوشوندن و آنگاه اونا رو بردن پیش ابو محمد. وقتی که رسیدن به بارگاه ابو محمد رو دیدن که روی تخت زرین و شاهانه نشسته و همه سوی او ستونهایی از طلا و در و گوهر آراسته شده. تاج بزرگی از سقف آویختند که سنگینه و پر از زر و سیم و جواهر. ابو محمد تا اونا رو دید از جاش بلند شد، به استقبالشون اومد، بهشون خوش آمد گفت و به خادمان گفت که برید سفره رو پهن کنید. اونا هم که مات و مبهوت داشتن نگاه میکردن گفتن عجبا، به خدا سوگند ما حتی تو بغداد نزد خلیفه بزرگم همچنین جلال و جبروت و عظمت و شکوهی ندیدیم. پس از اون سفره رو پهن کردند و همه گونه طعامی توش بود. طعام هم تو طبقای زرین گذاشته بودند. ابو محمد به قاصدان تعارف کرد. همه با حرص و ولع تمام مشغول خوردن شدند. بعد از صرف غذا خیلی سنگین شدن، پاشون رو دراز کردن و قاصد بزرگ گفت بهتره بریم چرتی بزنیم. چرت زدن همان و خواب روزانه و قیلوله هم پشت سرش همان. به وقت پسین که بیدار شدن، وقتی چشم گشودن دیدن ضیافتی برپاست. خونیاگران آماده ساز و آوازن و چنان اسباب طرب آماده است که ترک خانه میسر نیست. نشان که ابو محمد تنبل با زرنگ تمام 3 روز و 3 شب قاصدان والی بصره و خلیفه رو نزد خودش نگه داشت تا جایی که گروه دوم قاصدان به بصره رسیدن که ابو محمد دیگه تعلل رو جایز نشمرد و با کاروان سوغات و هدایا به سوی بغداد حرکت کرد. هنوز از بصره خارج نشده بود که والی بصره به اونا پیوست و با تحکم دستور داد که باید شتاب کنند، زیرا خلیفه دوباره یه منشوری توسط کبودر فرستاده و خواسته که تا عصر آدینه کاروان ابو محمد به بغداد برسه. ابو محمد گفت تا آدینه که 1 روز بیشتر نمونده، چگونه 1 روز راه بصره به بغداد رو طی کنیم؟ والی بصره گفت من نمیدونم. اگه عصر آدینه در بغداد نباشید خلیفه همه ما رو از دم تیغ مبارکش خواهد گذرون. ابو محمد به طعنه گفت تیغ مبارک؟ بسیار خوب، حرکت کنید. چون از بصره به در شدند وقت غروب کناره رودی اتراق کردند و قاصدان خیلی جوش و خروش میکردن که باید شبانه هم راهمون رو ادامه بدیم که به موقع برسیم. ابو محمد گفت اگر با شتاب تمامم بریم 7 روز دیگه تو راه خواهیم بود. بیفایده است، آرام بگیرید.
تا نیمه‌های شب از بیم خلیفه و تهدیدش قاصدا خوابشون نبرد. اما صبح که چشماشون رو باز کردن ناگهان خودشون و اهل کاروان رو کنار دروازه بغداد دیدن. هاج و واج به در و دیوار و حصار بغداد نگاه می‌کردند و چون حیرت دیگران رو هم دیدن دریافتند که این حقیقته و خواب نیست. پس نزد ابو محمد رفته و ازش پرسیدن چه رخ داده ابو محمد؟ ابو محمد پوزخندی زد و گفت نگفتم عجله نکنید. و قاصدان موضوع رو در نیافتند تا زمانی که به بارگاه خلیفه شرفیاب شدند. خلیفه خوش آمد گفت و ابو محمد تنبل رو نزد خودش نشوند و پرسید گوهر درشتی که خواسته بودم رو همراه آوردی؟ ابو محمد 7 صندوق در برابر دیدگان دریده خلیفه باز کرد که هر 7 صندوق همه پر بود از سیم و زر و یاقوت سرخ و زبرجد و گوهر زرد و لؤلؤ سپید و زمرد آبی و بنفش و انواع گوهرهای درشت و گفت قابل شما رو ندارد. اما گمان مکن که من این هدایا را از سر ترس یا طمع مقامی نزد شما آوردم. تنها تحفه ناقابلی است، شاید سزاوارتون باشه، شاید هم ناچیز. خلیفه با شوق و تحیر پنجه در گوهرها میچرخوند. به 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 چه گوهرهای درشتی. اما ابو محمد تو چگونه مردی هستی که از خلیفه بیم نداری؟ ابو محمد لبخندی زد نمی هراسم، زیرا قادرم پیش از آن که شما تیغ از غلاف درآورید با یک اشاره طاقهای این قصر را بر سر همگان فرو ریزم. خلیفه با بی‌باوری خندید. اغراق میکنی یا رجز میخوانی ابو محمد تنبل؟ ابو محمد نفس عمیقی کشید، برخاست و با دست به طاق و سقف بارگاه اشاره کرد و در برابر دیدگان حیرت زده حضار طاقها آرام آرام رو به زیر حرکت کردند، به گونه‌ای که عده‌ای از درباریان از بیم جان به گوشه ها و زیر ستون ها گریختند. خلیفه نیز با رنگ پریده و لکنت زبان فریاد کشید یا ابو محمد نگهش دار نگهش دار. و ابو محمد به سقف و طاق اشاره کرد و طاقها بر جای خود ایستادند. همگان نفس راحتی کشیدند. خلیفه که تازه خودش رو پیدا کرده بود و متوجه شده بود که با یه آدم معمولی روبرو نیست، رو به ابو محمد کرد و پرسید شنیدم که پدر تو گرمابه به شغل شریف حجامت مشغول بوده و بعد از فوتش حتی یه پشیزم برا تو به ارث نذاشته. پس راستشو به من بگو، تو چجوری صاحب این همه ثروت و دولت و کرامت شدی؟ تو به دیوارم که حکم میکنی دیوار فرمان میبره. این چه حکایتیه؟ ابو محمد آه بلند و سردی کشید، مکسی کرد، به چشمها و چهره‌های منتظر نگریست. سپس آرام و شمرده گفت حدیث عجیبی دارد خلیفه. میگویند پدر من مالی برای من به میراث نگذاشت. میگویند پدر من در گرمابه حجامت میکرد و خدمتکار بود و من نیز به تنبلی معروفم. همه این شایعات راست است. من در خردسالی و کودکی تنبلترین همه مردمان بودم. از شدت تنبلی به اونجا رسیده بودم که اگه تو روزهای داغ تابستان حتی زیر نور شدید خورشید میخوابیدم از غایت بیحالی نمیتونستم از جام بلند شم و از آفتاب به سایه برم. من 15 سال از زندگیم به این منوال گذشت. تو 15 سالگی پدرم رو از دست دادم. دیگه یتیم و بیکس شده بودم. تنها مادرم تو خونه های دیگران کلفتی میکرد و شب به شب قرص نانی به خونه می آورد و من بر یک پهلو افتاده بودم و تکون نمیخوردم. حتی دراز شده لقمه‌ام رو میجویدم و حتی اگه ماری زیر پهلو میخزید حال تکون خوردن نداشتم. مادر بیچارم که زن مؤمنی بود از این موضوع خیلی رنج میبرد. مادرم روزها کار میکرد، شبها نماز میخوند، دعا میکرد، گریه میکرد و از خداوند عالم میخواست که حال من بهبود پیدا کنه و از این مرض تنبلی رهایی پیدا کنم. تا اینکه یه روز مادرم زودتر از همیشه به خونه اومد. کیسه کوچکش رو باز کرد و گفت بعد از 12 ماه 5 درهم پس انداز کردم. بلند شو
تماشا کن. من حال نداشتم که پلکامو باز کنم. مادرم گفت به خدا سوگند اگر چشم باز نکنی لقمه در دهانت نمیگذارد. و من که میدونستم مادرم مؤمنه و به دروغ سوگند نمیخوره، پلکامو باز کردم و سکه ها رو تماشا کردم. مادرم گفت شنیدم که شیخ ابو مظفر قصد رفتن به چین رو داره و سنگ‌های قیمتی به چین میبره، حریر و ابریشم میاره. بیاین 5 درهم نقره رو ببریم نزد شیخ و بگیم که شما یتیم و بی پدری، تا برات یه متایی از چین بیاره تا تو بازار بصره بفروشی. شایدم خدا خواست تو هم روز به نوایی رسیدی. من با تنبلی تنها اشاره کردم که نمیتوانم برخیزم. مادرم دوباره خدا را یاد کرد و سوگند خورد که اگه برنخیزم دیگر به هم آب و نان نمیده تا بمیرم. تا مادرم قسم یاد کرد فهمیدم که دیگه چاره ای نیست. گریه کردم. گفتم کمکم کن تا بنشینم. کمکم کرد. نشستم. میان گریه و حقیق گفتم جورابامو پام کن. جوراب و کفشمو پوشیدم و گفتم حالا زیر بغلمو بگیر و بلندم کن. مادر چنان کرد و سرانجام تا سر کوچه همراه من اومد. من گریه میکردم تا زمانی که به خونه شیخ رسیدم. غروب بود که رسیدم خونه شیخ. سلام کردم و گفتم ای شیخ کمکم کن و ماجرا رو برای شیخ تعریف کردم. شیخ گفت تو رو شناختم، تو ابو محمدی، همان نوجوانی که به مرض تنبلی گرفتار اومده. بسیار خوب، 5 درهم تو رو قبول میکنم، به خدا توکل کن. حالا برو سال بعد دوباره برگرد. انشالله متایی برات میارم که از فروشش سود خوبی ببری. برو تنبل. فردای اون روز از مادرم شنیدم که شیخ ابو مظفر با کشتی تجاری خودش به سوی دریا حرکت کرده و بعدها حکایت میکنن که چون شیخ و کاروان بازرگانان به چین رسیدن چند هفته مشغول معامله بودند، رد و بدل کردن اجناسی رو که برده بودند. سپس با کشتی 3 روز تموم تو دریا بودن. روز 4م شیخ ابو مظفر ناگهان فرمان میده کشتی رو نگه دارید. بازرگانان میگن چرا، به چه علت امر رو به ایستادن کشتی کردی شیخ گفت من به ابو محمد قول دادم که 5 درهمش رو براش یه متاعی بخرم و جهت کسب و کار براش ببرم، اما فراموش کردم. اما حالا باز میگردیم تا من متاع رو بخرم. شاید. بازرگانان با اعتراض گفتن یا شیخ ما را به محلات غریب باز مگردان، ما 10 برابر آن 5 درهم را میدهیم، اما زحمت همگان را کم کن. شیخ گفت نه، وعده کردم باید عمل کنم. پس کشتیبان سر کشتی را به جانب دیگری کج کرد و رفتند تا به جزیره‌ای رسیدند که ظاهراً جزیره و شهر بزرگی به نظر می اومد. شیخ دستور داد تا لنگر بندازند. کشتیبان کشتی رو در ساحل جزیره نگه داشت و شیخ با تنی چند از غلامان خود به شهر و در جزیره گشتی زد. اما متاع دندانگیری پیدا نکرد که برای ابو محمد تنبل خریداری کنه. قصد بازگشت به کشتی رو کرد که دید عده‌ای دور تا دور حلقه معرکه گرفتند. شیخ گفت بیایید سیاحتی کنیم. پیش رفتند و دیدند که لوطی و عنتری مشغول بازی و معرکه گیری‌اند و مردمان به تماشا ایستادند و عنتر جوانتری نیز در وسط معرکه به میخ و زنجیر بسته شده. شیخ پرسید لوطی چرا این زبان بسته را به زنجیر اسیر کردی؟ لوطی گفت دیشب اونو تو جنگل شکار کردم، رام نمیشه. باید گرسنگی و تشنگیش بدم تا بتونم رامش کنم. شیخ پرسید میفروشی؟ لوطی گفت 5 درهم. شیخ با همان 5 درهم ابو محمد تنبل عنتر را خریداری کرد و یارانش پرسیدند شیخ عنتر که متاع و کالا نمی شود. ابو محمد میخواهد با آن چه کند؟ در بصره که کسی عنتر نمی خرد. شیخ گفت خاصیت عنتر تقلید از آدمی است. شاید عنتر آینه ابو محمد شود و ابو محمد مجبور به تعلیمش بشه. شاید یاد بگیره کارهای اون تنبل رو انجام بده.
شاید ابو محمد لوطی شهر بشه، چه میدانم. به دلم برات شده که باید در ازای سکه های ابو محمد این عنتر را بخرم و برویم. و همان ساعت بر کشتی سوار شدند و به سوی دریاهای شرقی حرکت کردند. بعد از 3 ماه که بر آب راندند، روزی شیخ برخاست و نگاهش کرد. دیگران را هم صدا زد و گفت نگاه کنید. همه با حیرت نگاه کردند. عنتر بر رأس دکل بالای سر محل دیدبانی رفته بود و از همون جا شروع کرد به جیغ کشیدن و رقصیدن. شیخ دیدبان رو صدا زد. گفت برو بالا ببین چه خبره. دیدبان به سرعت خودشو به بالای دکل رسوند و اطراف و دوردست ها رو نگاه کرد. یک باره با شوق فریاد زد خشکی خشکی. شیخ شادمان شد. سرانجام ساحلی دیدیم. بازرگانان که فکر می‌کردند گم شدن و بر دریاها آواره و بیراه موندند، شیخ رو بابت خریدن عنتر سپاس گفتند و شیخ گفت عنتر ابو محمد ما رو نجات داد و رو به ناخدا فریاد زد به سمت شمال غربی حرکت کن. آب آشامیدنی کاروان رو به اتمام است. با سرعت تمام به سوی خشکی برو. و کشتی 3 ساعت بعد به ساحل بندری رسید. کشتی نشستگان رفع حاجت کردند و شیخ عنتر ابو محمد را آب داده و کنار خودش بر لب چینی ساحل نشوند و مشغول تماشای صیادان دریا و غواصان شد. غواصان در نقطه‌ای به زیر آب فرو می رفتند و مدتی بعد که بالا می اومدند مشتی لولو و گوهر و صدف با خودشون از کف دریا بالا می آوردند. شیخ تعجب کرد. ساحل این دریا پر از گوهر است. تو همین اندیشه ها بود که ناگهان عنتر از دستش در رفت و گریخت. شیخ یارانش رو صدا زد و گفت کمک کمک. عنتر گریخت. تا بازرگانان خودشونو به شیخ رسوندن، عنتر خودشو مثل غواصان به آب انداخت و در آب فرو رفت. بازرگانی گفت نگفتم شیخ، نگفتم عنتر نخرید بیسوده است. شیخ لب آب نشست و گفت چرا سمت خشکی نگریخت؟ چرا خود را در آب انداخت؟ بازرگان دیگری گفت طایفه عنتر طایفه فهیمی است. از یاران و جنگلش دور مانده، از غصه خود را به آب انداخت که خلاص شود. شیخ گفت چه گناه بزرگی مرتکب شدم. من منظوری. اما هنوز سخن شیخ تموم نشده بود که ناگهان عنتر از زیر آب بیرون اومد و سمت شیخ شناکنان پیش رفت و همگان حیران و بی‌باور دهان و مشت‌های عنتر رو نگاه کردند. دهان و 2 چنگال عنتر پر از در و گوهر و مروارید بود که آورد و پیش پای شیخ. باز خودشو به قعر آب رها کرد. شیخ با بغض و شوق و ناراحتی و نگرانی انبوه دور و مرواریدها رو نگاه میکرد و با خودش میگفت چه کار خوبی کردم که اینو گرفتم. بعد مرواریدها رو تو کیسه‌ای ریخت و در حالی که میان خنده ها گریه میکرد گفت تجارت، ثروت، مروارید همه اینها به ابو محمد تعلق دارد. اون روز شیخ 7 کیسه در و مروارید و گوهر به همت عنتر جمع‌آوری کرد و به کشتی گذاشت و بر کیسه ها نوشت متاع و کالای ابو محمد تنبل. و از آن روز تا 70 روز دیگه به دریاها راندن و عنترم برای همه هر روز عزیزتر و محترمتر می شد. اما میانه دریا دچار طوفان سهمگینی شدند و طوفان کشتی رو بی اراده ناخدا به سوی جزیره زنگیان آدمخوار راند و بر کناری آن جزیره خوف‌انگیز آورد. و چون شب هنگام بود شیخ دستور داد تا همگان از کشتی پیاده شوند. بر ساحل یه مقدار آتیش درست کردند تا محل صدماتی که به کشتی وارد اومده بود رو تعمیر بکنن. تا صبح مشغول تعمیر کشتی شدند و چون همه چیز مهیای حرکت مجدد شد، یک باره از 4 سوی جزیره صدای طبل بلند شد و بازرگانان خودشونو در محاصره سیاهان مسلح به نیزه و تیغ دیدند. زنگیان اهل کشتی رو اسیر کردند و نزد حاکم و سلطان خودشون بردند. سلطان دستور داد تا 7 تن از جوانترینشون رو توی آتیش بندازن، کباب کنن و پس از 7 تن
از بازرگانان جوان رو زنده زنده پیش دیگران کباب کردند و میان رقص و هلهله مشغول خوردنشون شدند. پس از صرف نهار لذیذ و دلچسب، سلطان آدمخواران اشاره کرد که شیخ ابو مظفر و بقیه رو به حبس بندازن تا نوبت به کباب شدن و خورده شدن اونا هم برسه. زنگیان تمام اهل کشتی رو به سردابی بردند و زندانی کردند و در زندان رو بستند. موقعی که شب رسید، بازرگانان از بیم مرگ خیلی گریه کردند، اما شیخ در اندیشه فرار بود که ناگاه به یاد عنتر ابو محمد افتاد و حس کرد که از پشت دیوار چوبین سرداب صدای جویدن چیزی میاد. آرام یارانش رو به سکوت و حوصله دعوت کرد و گفت این صدای چیست؟ یه بازرگانی گفت شاید یکی از اون زنگیاست، گرسنش شده و دور از چشم سلطان اومده مثلا دست من و پای شما رو بخوره. شیخ گفت نه، من صدای نفس نفس زدن عنتر ابو محمد را میشناسم. همه با شوق در تاریکی گوش دادند که ناگهان دو تیرک چوبی از دیوار پشتی سرداب از هم جدا شد و عنتر خودش رو به میون اهل کشتی رسوند. شیخ با شوق گفت همه ما مدیون ابو محمد تنبل هستیم. این اقبال او بود که من برایش یه عنتری خریداری کنم که اکنون. بازرگانان با احتیاط گفتند وقت و جای این سخنان نیست شیخ، بیا فرار کنیم. آهسته و در تاریکی شب از سرداب گریختند. خودشونو به کشتی دست نخوردهشون رسوندند و حرکت کردند. همین که از ساحل فاصله گرفتند، ناگهان شعله‌هایی بر ساحل افروخته شد و زبانه می‌کشید. شیخ گفت آدمخواران آدمخواران و دیدند که زنگیان گروه گروه بر قایق سوار میشن و پی اونا دارن میان. شیخ گفت حرکت کشتی رو کند کنید تا به تیررس ما برسن. بازرگانان اعتراض کردند و گفتند یا شیخ ما رو به خطر ننداز. شیخ فریاد زد نفت خمره ها رو تو مشک‌های کوچیک بریزید. بازرگانان بالاجبار اطاعت کردند. سپس شیخ مشک‌های کوچیک رو به گردن عنتر آویخت و با زبان بی زبانی بهش فهموند که باید بری زیر آب و توی هر قایق از قایقای دشمن یه مشکی نفت بذاری. عنتر توی 7 وهله این کار رو انجام داد و به سلامت برگشت. آنگاه که قایق‌های آدمخواران به تیررس کشتی شیخ رسیدند، شیخ به تیراندازش دستور داد حالا مشعلی به نوک خدنگ خودتون ببندین و مشک‌های نفت درون قایق‌ها رو هدف بگیرین. هنوز اولین قایق آدمخوارا به جوار کشتیشون نرسیده بود که هر 7 قایقشون همزمان شعله ور شد و آدمخواران میان شعله‌ها زجه می‌زدند و در حالی که مثل یه بوته آتش در باد شعله ور شده بودند خودشون به دریا مینداختند. و شیخ در حالی که عنتر رو بر دوش خودش گذاشته بود با اندوه گفت انتقام یارانم را گرفتم ابو محمد تنبل. و چون همه از آن مهلکه نجات پیدا کردند، شیخ بر عرشه کشتی سفره و خوان گسترد و به یاد یاران از دست رفتش فاتحه‌ای خوند. پس بازرگانان اقرار کردند که اگر عنتر ابو محمد تنبل نبود اکنون جز اموات بودیم. آنگاه شیخ گفت این از بخت ابو محمده و من 1000 سکه زر به جهت این نجات برای ابو محمد کنار میذارم. پیرو سخنان شیخ دیگر بازرگانان نیز همین کار کردند و 21 کیسه زر سهم ابو محمد تنبل شد. بعد از 1 سال دربدری سرانجام کشتی شیخ ابو مظفر بر کرانه بصره لنگر گرفت و در شهر خبر پیچید که شیخ از سفر چین به سلامت باز آمد. پایان قسمت اول.